حالا سوال اینه که پیامدهای استرس چیه؟ یعنی ما اگر استرس داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید بچه‌ها، یه موقع هست که مغز ما یه مشکلی داره خاموش میکنه. این خیلی اتفاق خوبیه. مشکل اینجاست که مغز ما وقتی استرس داره خاموش نمیکنه، بلکه میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع با اما و اگر شروع میکنه به کار کردن. این با اما و اگر کار کردن یعنی چی؟ یعنی مغز من با اختلال شروع به فعالیت میکنه. خب پس چه اتفاقی میفته؟ من رفتم توی جلسه امتحان، هر چقدر به یه سوالی فکر میکنم یادم نمیاد، اما از جلسه امتحان که میام بیرون اون استرس از روم برداشته میشه، میگم خب هر خری که جواب اینو میدونه، معلومه که میشه گزینه 2، چرا من نزدم؟ توی جلسه امتحان من یه سوال فیزیک رو حل کردم، جواب آخرم شده 79، ولی تو گزینه ها نیست. 3 بار راه حلم رو چک میکنم، میبینم نوشتم 6 7 92 تا، 2 بارم چکش میکنم، میگم 6 7 92 تا، 6 7 92 تا. چرا این اتفاق افتاده؟ ذهن من دچار اختلال شده. پس وقتی که شما اضطراب در جلسه آزمون دارین، این استرسی که شما در جلسه آزمون دارین منجر به بروز بی‌دقتی شدید در شما میشه و این بی‌دقتی قاعدتا نمره یا اون اسکور شما رو توی امتحان کم میکنه. حالا درصد نمره است یا هر چیز دیگه ایه، اینو کاهشش میده. یه مثالی من براتون میزنم که منظورم رو بهتر بفهمین از این مسئله. یه کلیپی هست که اگر دیده باشین هم کلیپ خنده‌داری هم ناراحت کننده. یه بچه کوچولی روستایی یه شلواری که انگار مثلا مال داداش بزرگترش بوده، به این ارث رسیده، هنوز 2 سایز گشاده، با کمربند که بسته، شلوار 2 تا چین خورده سایزش شده، سر کلاس داره درس جواب میده و احتمالاً معلمی که به هر دلیل یا با تنبیه یا با دعوا استرس داده به دانش آموزش، از دانش آموز میپرسه چرا سقف خانه ها را در شمال ایران شیبدار میسازن؟ دانش آموز میگه بام. شیبدار؟ بام. ببینید معنی کلمه ها رو درک نمیکنه این تفلک و بعد بینش که داره میگه تکرار میکنه یه دفعه میگه شیب، یعنی تازه میفهمه شیب یعنی چی، یعنی تازه کلمه ها رو داره درک میکنه. خب وقتی یه آدمی کلمه بام و شیب رو نمیفهمه، اصلا مفهوم این جمله رو درک نمیکنه. مثل این میمونه که شما یه نفر یه جمله انگلیسی بهتون بگه، 2 تا کلمه اصلی و اساسی اون متن رو بلد نباشین، خب پس قاعدتا شما درکی ازش ندارین. میدونی که توی مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد هر دانش آموز یه نقشه راه اختصاصی داره؟ راستی کاری داشتی خبرمون کن، یه راه علمی همیشه جواب میده. پس بنابراین زمانی که ما استرس میگیریم کل سیستم ذهنی ما دچار اختلال میشه و این اختلال منجر به این میشه که نمره ما کاهش پیدا کنه. کیمیاگرخونه، مدرسه‌ای برای تو و رویاهات. کیمیاگرخونه.com